زندگی مجردی واقعاً خوبه یا یه فاجعه است؟ پس چرا بعضی آدم‌ها با اینکه تنها زندگی می‌کنن، از خیلی از آدم‌های متأهل خوشحال‌ترن؟ سالها به ما گفته شده که تنها زندگی کردن یعنی تنهایی، غم و نداشتن یک زندگی کامل. اما یک جامعه شناس به اسم اریک کلیننبرگ بعد از سالها تحقیق به نتیجه متفاوتی رسید. اون میگه بزرگترین اشتباه ما اینه که تنها زندگی کردن رو با احساس تنهایی یکی می‌دونیم، در حالی که این دو اصلاً یکی نیستن. شاید عجیب باشه، اما خیلی از آدم‌ها در شلوغ‌ترین خونه‌ها هم احساس تنهایی می‌کنن. و در مقابل، آدم‌هایی هستن که تنها زندگی می‌کنن، اما روابط اجتماعی عمیق‌تر، آرامش بیشتر و رضایت بالاتری از زندگیشون دارن. چرا؟ چون کیفیت رابطه‌ها خیلی مهمتر از تعداد آدم‌های اطرافمونه. نویسنده میگه خیلی از کسانی که تنها زندگی میکنن برای اولین بار فرصت پیدا میکنن خود واقعیشون رو بشناسن. یاد میگیرن مستقل تصمیم بگیرن، مسئول زندگی خودشون باشن و وقتشون رو دقیقاً صرف چیزهایی کنن که براشون ارزش داره. اما این به یک شرط مهم بستگی داره، اینکه زندگیتون فقط بین 4 دیوار خونه خلاصه نشه. تحقیقات نشون میده آدم‌هایی که تنها زندگی میکنن اگر ارتباطشون رو با دوستان، خانواده یا جامعه حفظ کنن، لزوماً احساس تنهایی بیشتری از بقیه ندارن. در واقع، چیزی که بیشتر از همه به آدم آسیب میزنه، تنها بودن نیست، احساس تنهایی کردنه. و این احساس ممکنه حتی کنار کسی به وجود بیاد که هر روز کنارتون زندگی میکنه. شاید وقتش رسیده به جای اینکه از خودمون بپرسیم چند نفر کنارمون هستن، یک سوال مهمتر بپرسیم. آدم‌هایی که کنارمون هستن واقعاً باعث میشن کمتر احساس تنهایی کنیم؟